سلام دوستان، چطور؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از بازی های فشاری کننده. همین عادی. وای میدونستم همچین چیزی قراره بیاد. خب تا اینجاش که ایزی بوده. برو بالا ببینم. فکر کردی ما خودمون تارزان بدون؟ نه ای من به تو چی بگم. بدو اینجا بپریم. درسته. خب این یک کم ایزی بود. بعدی فکر کردم اینم میره عقب. این میاد عقب. این میاد یکم میره جلوتر. اینجا بپر. ایزی داداش. این دیگه خیلی راحت بود. اگه نتونم برمش یعنی خرفت تمام عیاره. با اینکه خیلی آسونه. ببینید بچه ها من سر این ایزیه موندم. بگو بقیهشون که دیگه خیلی سختن چی؟ راحت آسون بسه میشه فهمید. باید چی؟ برو بایزه. آده تموم شد. حالا پشت نیاد. خدایا ترسیدم. چقدر وحشتناک بود. این من میدونم این چه یعنی چی. خوبه اینجا الان چرا اینطوری میکنی با من ایست قلبی میکنم داداش. فکر کردی ما خودمونی کاریم. تو میخوای منو گول بزنی؟ نمیتونم کاری کنم. اینجا خب باز میشه. چیکارش کنم؟ فهمیدم دوستان. فهمیدم چیکارش کنم. این خب رفت با نمیپره. نمیپرید. مرحله میدونستم اینقدر ایزی نمیتونی باشه. بات آخری فکر کنم بیفته که افتاد. همینه درستش. خب آخری هم نمیدونم. مشکوکن دوتا. شده اینجا کلا میشه رنجه رفت. بابا لعنت بهت. ای وای انگار یه
بلاک های نامرئی نباید روشون چون بخوری که ما یه مگس میخوریم. نمیشه نه این حقیقت نداره. مزین یس حاجه خوب بود، فقط اونجاش باز میشد. من دیگه میدونستم اینو بچه ها فکر کنم بدونم. آره یه کدوم از اینا بخوری میترکی. الان اینا بیان اینجا. اینا دیده بودم تو یوتیوب، تمام قسمتش دیدم. اصلا گریه چپکیه بچه ها این مرحله هاش. میوای خودش میپره. باید برم چپ راست که خوبه. با این پرشه بزنیم میانم بالا، بل کنیم میان پای. این کجا بود؟ اینم از این مراحله. این چیه؟ دارم فشار میخورم. حالا کامنت نوش جون. بابا اصلا غیر ممکنه این مپا بشه ردش کرد. بابا همون بالا همون نوکش موایی. اینم از این شد. فهمیدم دوستان. این شکلیه که اینو بزنیم میره جلو، به پری جهتش تغییر کنه. بعد باید الان تغییر کرد. الان دوباره تغییر کرد. این از این بریم مرحله فاز بعدی. فاز بعدی چه می باشد؟ آسون بود همیشه. وای نمیدونم چرا قبلا که این بازی انجام دادم سر این نقدر زجر میکشیدم. میدونستم همینطور الکی نمیذاره ما. چی شد؟ من نفهمیدم. پلکانه این میاد بالا اینطوری. یه بار که بباخیم بعدش دیگه نمیباخیم. چه صدای جالبی. بابا این که بالاش بود. گفتم نزدیک کنم. بابا باید برم. فهمیدم جریان شده که میپری اینجا میای این بالا با این تیغا بپری این تیغا میپری میای اینجا. یه
مثل کالاف کاش میشد لیست کشید یا مثل چی بود اسمش اون یکی یعنی من به خدا و از هوش مصنوعی هم هوشم کمتره. برو بریم نمازین. شو شد. اینم خیلی ایزی بود اما اولش نزدیک بود بیافتم. وای دیدین چه میخی داره این سازنده بازولی. این از این حس کنم چه قراره تیغی میاد. وای چه بازی سم مریضیه. اینم از این بابا من پریدم. خب بیا ببینیم چه خبره. داشتیم اینا بازی اینم از این ای لعنت بهت بچه‌ها. من اینجا یکم تمرین کنم بعد میام اینجا بدون میگم. اینا بردم دیگه تموم. این از این بابا این دیگه بازیشو مریض نیست. آنفولانزا گرفته، کرونا، مرگ، بیمارستان، زهر مار، کوف، درد، فشار کتری تو دماغمه. یس کتری خانوی یا حرفی ندارم دیگه بزنم. اولیشون همشون آسونه، بقیهشون دیگه همشون گوجهیه. میدونستم. بیا دیگه بیا دیگه بیا دیگه. ایوا دیگه همه صبر کردم بیایه. نوبه سگ تر از من دیدین بچه ها تو این بازی. خب مرحله سوم. ایوا خب بگو مرد. یعنی دیگه این تو این یه تیکش اینقدر مریضه. خب لعنت بهت. اوریک ای وای این جلوتر میخواد یه غلطی بکنه. من میدونستم. اگه این میذاره ما آرامش بکشیم. لعنت بهت. چندم بذار بچه یه بار دیگه من اینو بشمانم. اولی نه، دومی، سومی، چهارمی، پنجمی، ششمی، فکر کنم این دیگه وایس. دیدی؟ خدا را شکرت که این همه نعمت ها به ما یا خداوندا منا بیامرزا چون که با میتوانا
این همه هست 10 تا. وایسا فهمیدم. چقدر ایزی پیزی بود. من کله درازت الان نوک جمجمم بخوره به اونجا. اوی خوی کوکی اوخی خویدا یا همون قاسم مسکونی چه کوچولو شدی. این هم خب نمیشه غیر ممکن. شنیدی؟ بچه فکر کنم این ریزه کاری داشته باشه. اینطور که من دقت کردم اینجا یه گوشه جاش خالیه. این اصلا وای نمیسه. خود پرداز مغزیتیه. نگاه اصلا غیر ممکنه دوست. اصلا هکری چیزی باشی هک کنی بازی رو بری. نگاه نمیشه. بایستا این او اصلا تست هم که میخوای بکنی اصلا نمیذاره. وایسا میشه یه کاری کرد. چه؟ اینا من خیلی نمیدونست. اگه تستش نمیکردن اصلا میشد رفت نمیشد رفتش اگر تستش هم نمیکرد. خلال دندون. آها یا مرتضای قورباغه است این. خدا وکیل قورباغه. چرا اون دکمه بود اونجا؟ نگران کننده نیست. سفره شدم. خیلی یا بابا این چی میگه؟ مگه مرحلات بعدی هم داری یا خدا؟ فعلا این مرحله رد کنی. این چی میگه؟ ها این سری دیگه اون تکون میخوره. ماشاءالله چقدر خوشمزه. اون همه دردسر که کشیدیم بس نبود اینم روش. فکر کنم باید بری روش. وای این دیگه چند سمیه. حالا میای اینجا باید برگردو اول. فکر کنم باید این یکی 2 3 4 5 6 7. آخه مگه من سونیکم؟ نکن این کارو با من نکن. حالا یه دو باز
دیگه عجله نمی کنم برام مهم. برو اصلا تو تیغا بپک. سازنده این بازی فکر کنم زمانی که داشته میساختش یه مواد چیزی داشته میزده، یه حرص داشته میخورده، عقده ای از ما داشته، یه فشار داشته فقط میخورده. اینو میدونم. برو اصلا تو برو تو تیغا قرق شو. مگه اصلا برای من مهم هست؟ خدا حالم دیگه داره بد میشه. چی؟ یعنی من دروازم؟ کنم اسم این مرحلهش بود منطق تق. این دفعه کنم بزرگ شه. فهمیدم چیکارش کنیم. او حالا این به من میگه چنجمون میکنه. این نگاه بیا این ورش گنده میشه، بیا این ورش کوچک میشه. یعنی چی؟ چه گوزه های من بخلم تو رو خدا. بابا اصلا نمیشه. شده بودا الان نشد بگه بشه. الان یه چی در وای پریدم. مگه نمیپره؟ بذار من بیا منو بکن من میدونم درد تو چیه. درد تو مریض بودنه. الان میاد میرسه به تحت. این دیگه خیلی دیگه نامردیه در حق منه بنده خدا. اینجا الان هیچی به من نمیگه، ولی اینجا الان یه چی به من میگه. اینجا یکون میره قایم میشه بده. من بلدم تو رو چیکارت کنم ای شیاطین جدره. فکری گوگی مگوگی. این دیگه چه مرضی. نکنه میشه رو اینا. چی شد؟ تو باشین. هی خدا مغز. حالا همینی بر بگرده. این از فهمیست. خدا این دکمه که بزنم اونا هم فکر کنم. آره
چرا اینقدر این شکلیه؟ خب بگو به همون اول از اینجا رد نشم. نه اینطوری ها نمیشه. وای وای چه اینو سخته. لحظه ممکنه ویدیو همینجا تموم شه و یه چی توی خونه خورد بشه. من الان نمیگم بچه ها، من الان دارم از درون قرمه سبزی میخورم. چرا نه دیگه نذاش برگردم. میده به پایینیه. وای فکر کردم میره اون پایین. وای اینجا کات اینجا مثلا نباید برم بدم دستی مامان باباش. استغفرالله استغفرالله. فشار چیه بگید من برم 1 کیلوشو بخرم. یه نفس عمیق. آخرین بار دیگه این دست برنده. این سری برنده. میاد پایین. این دکمه هم میزنیم برمیگردیم. میزنیم برمیگردیم. اون سخت میاره. سخت برمیگردیم. تمام. به همین سختی. بله. عجله نکن آروم قدم بزن تو بارون. سبیل شو آروم. وای دیگه نمیکشم که نمیکشم. فکر کردی داشت ما تندتر شما. اینجا یه حسی به میه یه دونه از اینا میره. کدوم کوه زهناموی دانه. دوستان اگه دلتون میخواد راهی بیمارستان شید و مدرسه نرید و بگید تو خونه بخوابید و بهتون برید داخل تیمارستان زندگی کنید و مدرسه نرید، 100% همین بازی رو بازی کنید. فکر کردید رفت.
بابا دیگه بیا برو گم شو. دیگه یعنی چی؟ خب اگه من نتونم برم تو سقف کجا برم؟ یکی از توی سیخت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله من الرحمن الرحیم. خوشا آنان که الله یارشان بی، تمام بدبختی های جهانی یارش کارشان بی. اینجا اینم من خیلی حفظمش. آره خیلی. اینجا همینجا فکر کنم باید وایسته. ایوا این دیگه چه بازیه؟ یه چی کنم من اینجا؟ برگردم. تو میتونی. اینجا بیست. ای وای ای وای ای ای ای. ایوا بیشعور کثافت. این از این یکیش. این از این اینجا که رفتی برمیگردی سری نزنی. این هم هست. این از این این اصلا بذار ببینم. میای اینجا اینا میرن پایین، این میاره بالا. خب بدبخت بود. خوشا من که دیگه ندارم، مغز ازم نمونده برای من بد. خب دوستان عزیز، امیدواریم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و دنبال کردن چنل ما یادتون نره. لایک هم بزنید دیگه و حرف دیگه نمیمونه تا یه ویدیوی دیگه. خدافظ.